سلام دوستا، امروز میخواهیم درباره قالب زنی و شاول کردن قالب ها و مهار کردن قالب ها براتون صحبت کنم. طوری که در ویدیو میبینید استاهای ما درگاه قالب ها را چی میکنه؟ شاول میکنه، یعنی میزان میکنه که قالب ها پس پیش نباشه، یک اندازه باشه. طوری که در ویدیو میبینید قالب ها مهار شده یا سفت کاری شده، درگاه اینا شاول میکنه، میزان میکنه اندازش را، پس پیش بودنش را. دوستا، استا در حال شاول کردن قالبایی که واسطه کرده شاول میکنه، سفت کاری کرده شاول کاری میکنه. طرف استاد دیگه در حال سفت کاریه، ببینید سفت کاری میکنه، قالبار سفت کاری میکنه و شاول میکنه. اما دیر ریختنی بتوندزی دیوار بروشی هستی، طرف هم دوستا در شاول میکنه.